وقتتون به خیر و شادی. خلاصه ابیاتی از کتاب اسرارنامه عطار رو خواهیم داشت که گفته شده این کتابی است که زمانی که بهاءالدین ولد یعنی پدر مولانا از بلخ مهاجرت می‌کردند، در نیشابور توسط عطار به اون خانواده هدیه داده میشه و مولانا همواره تا آخر عمر این کتاب رو همراه خودش داشته و حکایت‌هایی مثل طوطی و بازرگان، سلیمان و غیره از کتاب اسرارنامه گرفته شده و در مثنوی معنوی هم آمده. عزیزا، گر شوی از خواب بیدار، خبر یابی ز شادی‌های بسیار. اگر چه جمله در اندوه و دردیم، یقین دانم که آخر شاد گردیم. اگر امروز ظاهر نیست درمان، شود ظاهر چو آید وقت فرمان. از آن از حد گذشتین قصه ما، که درد آمد ز قسمت حصه ما. جهانی را که درمان است حصه، نه حصه باشد آنجا و نه قصه. گر اینجا از وجود خود بمیری، همینجا حلقه آن در بگیری. الا ای مرغ بیرون آی از این دام، دمی در مرغزار خلد بخرام. بگردان روی از دیوار آخر، فرو شو در پی اسرار آخر. همی هر ذره از عالم ببینی، اگر تو در پی آن می نشینی. شود هر ذره‌ای چون آفتابی، پدید آید حجابی از حجابی. برون می آید از استار اسرار، رهی دور و نهایت ناپدیدار. ببین آخر اگر داری حضوری، که هر دم می رسد از یار نوری. اگر روشن کنی آینه دل، دری بگشایدت در سینه دل. دلا یک دم رها کن آب و گل را، صلای عشق درده اهل دل را. ز نور عشق شمع جان برافروز، زبور عشق از جانان درآموز. چو زیر از عشق رمز و راز میگوی، چو بلبل بی زبان اسرار میگوی. چو داوود آیت سرگشتگان خوان، زبور عشق بر آشفتگان خوان. شراب عشق در جام خرد ریز، وز آنجا جرعه‌ای بر جان خود ریز. خرد گنجشک دام ناتمامی است، ولیکن عشق سیمرغ معانی است. نشاید عشق را هر ناتوانی، بباید کاملی و کاردانی. شگرفی باید و پاکیزه بازی، که آید از هر اندوهیش نازی. کمال عارفان در نیستی هست، کمال عاشقان در نیستی مست. از اول تا به آخر پیچ بر پیچ، کمالی گر نبودی هیچ بر هیچ. از اول تا به آخر پیچ بر پیچ، کمالی گر نبودی هیچ بر هیچ. کمالی گر نباشد پس چه دانند، ز بیشوقی همه حیران بمانند. حقیقت چیست؟ پیش اندیش بودن، ز خود بگذشتن و با خویش بودن. اگر جانت برون آید ز صورت، ببینی هرچ میدانی ضرورت. اینجا باید اشاره هم به کتاب مغازه جادویی داشته باشیم. داستان یک جراح مغز و اعصاب که در کودکی با شفقتی که بهش میشه از یک خانواده فقیر و خیلی سخت در میاد و خودش رو به تمام اون آرزوهای مادی و معنوی که داشته میرسونه. اون در جایی میگه امروز میدونم تکنیک هایی که روس، یعنی همون خانم مسنی که اونو با مهربانی و شفقت بهش آموزش های خیلی خوبی میده، به من آموزش میداد، از بسیاری از جهات قدیمی و بخشی از سنت های شرقی با قدمت هزاران ساله بودن. حالا علم تصدیق کرده که انعطاف پذیری عصبی نه تنها واقعیت، بلکه بخشی ذاتی از چگونگی عمل کرده مغز است.
و باید بگیم که در ادبیات فارسی ما و در عرفان ما خیلی جاها به اونها اشاره شده به صورت پراکنده، اما به صورت کلی در منطق الطیر این مراحل سیر و سلوک عرفا و تصوف اومده و در این اشعار هم اشاره هایی بهش میشه. مثلا دلا یک دم رها کن آب و گل را، صلای عشق درده اهل دل را، یعنی همون سکوت و تنفس. ز نور عشق شمع جان برافروز، زبور عشق از جانان درآموز. شراب عشق در جام خرد ریز، وز آنجا جرعه‌ای بر جان خود ریز. ز سیر و گرسنه جز غم ندیدی، جهان گر سیر دیدی هم ندیدی. تو را در ره بسی ریگ است ای دوست، ز یک یک ریگ بیرون آی از پوست. هوا و کبر و عجب و شهوت و آز، دروغ و خشم و بخل و غفلت و ناز. منظورش از ریگ همون نفس و یا ایگو هست. همه سر در کمینت می شتابند، که تا چون بر تو ناگه دست یابند. و در جای دیگه و در یک شعر خیلی طرب انگیز میگه که ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر دل حاضر است، روزن دل برگشا حاضر و بیدار باش. و در اینجا میرسیم به قسمت‌هایی از کتاب اسرارنامه که پندهای اخلاقی جالبی داره و با توجه به اینکه عطار در کتاب منطق الطیر خودش یک تیپ شناسی منحصر به فرد و جامع رو ارائه میده، مشخصه که دقت زیادی در بیمارانش داشته. مشو مغرور ملک و گنج و دینار، که دنیا یاد دارد چون تو بسیار. به هر کاری خدا را یاد می‌دار، خدا را تا تویی از یاد مگذار. اگر از خویش خوشنودی تو ای دوست، یقین می‌دان که آن خوشنودی اوست. مکن از کینه کس سینه پرسوز، که خود در سوختن مانی شب و روز. حریصی را مکن بر خویش چیره، که جان پاک تو گردد ز تن سیر. حسد گر بر نهادت چیره گردد، دلت از زندگانی سیر گردد. ز بی صبری دلت گر سخت است، صبوری کن مگر در وقت بست است. اگر خواهی که یک همدم گزینی، خردمندی گزین تا غم نبینی. به صد نااهل در شو در زمانه، که تا اهلی بیابی در میانه. اگر بخوام چیزی رو اضافه کنم در مقابل این بیت، اشعاری هست مثل دلا خو کن به تنهایی، که از تنها بلا خیزد، یا میان باش و تنها، که در اینجا خیلی خودمونی بخوایم بگیم میگه که خب توی غار زندگی کردن که هنر نیست، در بیا، یا به قول خودش که میگه که تو گام به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید شد. میگه که به صد نااهل در شو در زمانه، که تا اهلی بیابی در میانه. کسی را امتحان ناکرده 100 بار، مگردانش بر خود صاحب اسرار. مگردان هیچ احمق را گرامی، که احمق را غلط افتد ز خامی. سخن کم گوی چون گویی نکو گوی، نه نیک و بد چون کاید فرو گوی. سخنهای بزرگان یاد میگیر، ز هر یک نکته 100 استاد میگیر. سخنچین را مده نزد خود جای، که هر روزت بگرداند به 100 رای. سخنچین را مده نزدیک خود جای، که هر روزت بگرداند به 100 رای. میفکن در سخن کس را به خواری، خود افکن باش گر استاد کاری. اگر پیش تو آید احمقی باز، تکبر کن به پیش احمق آغاز. وگر پیش تو آید مرد یزدان، فروتن باش خود را خاک گردان.
اگر گرد کسی بسیار گردی، اگر چه بس عزیزی خوار گردی. نکوبین باش گر عقلت به جای است، که گر بی عیب می جویی خدای است. مچخ با هیچ کس در گفت بسیار، که نبود سرسگی کردن بسی کار. مکن گستاخ کودک را بر خویش، که در گل کرده باشی گوهر خویش. مکن در وقت پاسخ پیش دستی، که شرط است آن که 1 ساعت بایستی. مگو از خویش بسیاری به پاکی، بدان خود را که مشتی آب و خاکی. مکن ز اندیشه بیهوده دل ریش، که خود اندیشه داری از عدد بیش. همینی که دنیا به اندازه کافی غم و درد و رنج داره و لازم نیست با آهنگ، کتاب و یا فیلم های غمناک خودمون رو ناراحت کنیم. پس میگه مکن ز اندیشه بیهوده دل ریش، که خود اندیشه داری از عدد بیش. مخور حسرت ز غمهای کهنبار، که نبود این سخنها را بن و بار. گذشته رو رها کنیم. به خوبی و به زشتی تا توانی، مده اقرار بر کس تا ندانی. همینی که زیادی از کسی تعریف یا بدگویی نکنیم. اگر خصمی شود بر تو بداندیش، به نیکویی زفان بندش کن از خویش. مدان زنهار خصم خود را خوار، که شهری شعله‌ای سوزد به 1 بار. ز بهر خلق نیکویی رها کن، نیکویی خاص از بهر خدا کن. احتمالاً منظورشه که نیت کار برای خدا باشه. طعام افزون مخور ناگاه و ناساز، که آن افزون تو را بیشک خورد باز. همیشه حافظ اوقات خود باش، به فکرت در حضور ذات خود باش. برون را پاک میدان از شریعت، بپرهیز از پلیدی طبیعت. درون را نیز در معنی چنان دار، که خجلت ناردد گر شد پدیدار. و اگر بخوام چیزی رو اضافه کنم، این حضور رو در اشعار عطار زیاد داریم میبینیم. میگه که جای دیگه ببین آخر اگر داری حضوری، که هر دم میرسد از یار نوری. این حضور همین الان هم در مدیتیشن داره استفاده میشه، چه در غرب و چه در شرق، و دقیقا همین کلمه داره یعنی براش استفاده میشه. که هر کو جان دهد بر شادمانی، بسی لذات یابد جاودانی. بدان این جمله را خاموش بنشین، زفان در کام کش و از جوش بنشین. صبوری پیشه کن اینک طریقت، خموشی پیشه گیر اینک حقیقت. بدان این نکته و این جمله و خاموش بنشین، زفان در کام کش و از جوش بنشین. صبوری پیشه کن اینک طریقت، خموشی پیشه گیر اینک حقیقت. بسی گفتیم و خاموشی گزیدیم، ز گویایی به خاموشی رسیدیم. خموشانند زیر خاک بسیار، نبینم من از ایشان کس خبردار. هزاران جان پاک از قالب پاک، فدای این همه روحای پرخاک. چرا چندین سخن بایست گفتن، چو زیر خاک می بایست خفتن. و در اینجا یک اشاره مستقیم داره به همسر از دست رفتش، عهد جهان. کسی که وقتی از دنیا میره، دنیای محمد فریدالدین عوض میشه. اون تخلص فرید رو بر میداره و عطار رو برای خودش برمیگزینه. این درد دلم با که بگویم که بهار بشکفت، گل من از بار بریخت. چه گویم از غم عهد جهان، که تا که جهان است بنای عهد جهان نیست استوار دریغ. اگر جهان جفا پیشه را وفا بودی، مرا جدا نیفکندی ز غمگسار دریغ. دلت که گلشن تحقیق بود ای عطار، بسوخت
همچو دل لاله ز انتظار دریغ. و حالا که پیش خانواده عطار هستیم، شعر دیگری داره که به نظر میرسه در لحظات آخری که پدرش که بیمار هست و داره از دنیا میره گفته شده باشه. و میدونیم از کتاب زندگی نامه اون که عطار توسط بازرگان ها مطلع میشه که استادش، استاد رازی، در هند بیماره. قصد سفر میکنه تا بتونه پیش اون باشه. استاد رازی هم که حکم پدری براش داشته، اون 3 سالی که در هند تحصیل میکرده حتی باعث ازدواجش و زمین ساز ازدواجش با عهد جهان میشه. اما بعد که پدرش بیمار میشه از سفر صرف نظر میکنه. بپرسیدم در آن دم از پدر من که چونی؟ گفت چونم ای پسر من. ز حیرت پای از سر می ندانم، دلم گم گشت دیگر می ندانم. چنین دریا که عالم می کند نوش، ز چون من قطره‌ای برناورد جوش. بدو گفتم که چیزی گوی آخر، که سرگردان شوم چون گوی آخر. جوابم داد کی داننده فرزند، به فضل حق به هر بابی هنرمند. ز غفلت خود نماییدم همه عمر، چه گویم ژاژ خاییدم همه عمر. به آخر دم چنین گفتان نکوکار، خداوندا محمد را نکودار. پدر این گفت و مادر گفت آمین، وزان پس زو جدا شد جان شیرین. اگرچه گردنم زیر گناه است، دعای این 2 پیرم هرز راه است.